بی السلام علیکم. سلام علیکم. ممکنه دکتر جان؟ مرحبا بی سلام ناسش خیلی مرحبا شینا مرحبا چی؟ چیش خواهد داره؟ دکتر جان همین دو روز الان سر دیلم سخت در میکنه. سر دیلتون در میکنه؟ سر دیلم هم سر دیلم میکنه. کن اینجا ببین کشید تو موی کشید چکر نفس کشید سر دیلم در میکنه دکتر جان. باز نفس کشید شد فهمو بی نزدیکتر بید تو نزدیکتر بید ایدیف بودید میشمو؟ ایدیو حاضر ایدیف هم مشنم میشه دکتر من سر دیلم در میکنه. گوش کنه من چه گوشت همه بود. حکا همین دکتر میگه گوشت همه بودم. من سر دیلم در میکنه. شد فهمیدم ولی وظیفه اونها همین آخه گوش اینجا بیا پرونه کن به اینجا درو جلو گوشی تو رو بریدن در کار نیست. من با گوشت یک داغون میمالم و گوش خودش میغلطد. درو به این طرف گذار. حکا من گوشت نغلطم. تو پروان نکن دراز کش که هیچ کار نداره. این خیلی این چی درد داری برای چی پیشی وای دکتر رفتی؟ آخه رفیق دکتر من پیش وای دکتر در اومدم گفتم سر دیلم در میکنه دو روزه و میگه گوشت بره و گوشت من چی دخل داره من همون نانی سیاه کو سوختگی اما را خوردم همین دو روزه سر دیلم در میکنه. فهمیدم شد پاقت میکنی جورا حالا ناش مانه ببره نخوردم نه گوشت خودش میغلطد یک روز نه یک روز از این طاقت میکنی جورا به حضورکک چشم ها رو دیگر عذاب نمیدهی به حضورکک پوش اندکه منحد رو بردار میخین ها آفرین اندکه دیگر اکی دکتر لبه مرا سر دیلم در میکنه چشمم چه دخل داره؟ و چشمت کور بود که نانی سوختگی خوردی